بخشی از پولی که دانشگاه به شما میده بابت دستیار آموزشی هست. دستیار آموزش کار مختلفی میکنه، مثل نمیدونم بری جمع آوری مقاله برای استاد انجام بدی، یا اینکه بری مراقب امتحان بشی. گاهی اوقات ازت میخوام بری ارائه بدی سر کلاس، ولی معمولا برای تصحیح برگه امتحانی از شما کمک میخوان. به ما میگن هر ترم شما باید 100 ساعت دستیار آموزشی بشین و بابت اون پول دریافت میکنیم. گاهی اوقات این 100 ساعت کم بیشتر میشه. خب حالا به عنوان مثال، مثلا این استاد به من داده، گفته طبق این سیستم به بچه ها نمره بده. مثلا گفته برای سوال اول اینقدر نمره بابت این بده. یه راهنما بهت میده، طبق این راهنما شما پیش میره. اگه سوالی هم داشتی از طریق ایمیل یا حضوری میری میبینی طرف رو بهت میگه. بدترین بخشش هم اینه که مثلا این قلب‌های امتحانی رو که میگیری، اون دستخطشون خوندنش خیلی سخته. گاهی اوقات چالشی ترین بخشش همینه.